حالات پرتکرار باغداری در پاییز: هرس، چالکود و کود دامی. مهندس تو پاییز هرس رو انجام بدیم یا نه؟ قطعاً که نه. در حد یه حذف شاخه‌های آلوده و خشکباری کافیه. هرس اصلی زمستون. قارچ‌کش کی بزنیم؟ عجله نکنین، 80 تا 100% برگا که ریخت بعد. چه قارچ‌کشی استفاده کنیم؟ نزدیک به بارندگی اگه هستین بوردوفیکس، برای بقیه موارد اکسیکلورول مثل نوردوکس و فوسفیمکس خوبه. چالکود کی استفاده کنیم؟ عجله نکنید، بذارید 45 روز تا 2 ماه قبل از بیداری درخت الان انجام بدید شسته بشه. خب خانم مهندس، کود دامی رو کی بزنیم؟ توی زمستون. آیا کود تر رو الان میتونید خالی کنین؟ کود تازه رو میتونین الان خالی کنین، اما حتما پوسیده استفاده کنین. پارسال کود دامی استفاده کردیم، آیا امسال هم لازم استفاده کنیم؟ معمولا 2-3 سال یه بار کود دامی رو میتونین استفاده کنین برای صرفه‌جویی تو هزینه هاتون. رنگ‌آمیزی تنه درخت‌ها کی بهتره؟ توی زمستون با بوردوفیکس از توقه تا انشعاب شاخه. کود دامی چه کودایی رو با هم دیگه قاطی کنیم؟ ترکیب کود دامی و با توجه به محصولتون و طبع کود که سرد، گرم، متفاوت هستش، تو پست بعدی بهتون میگیم. منتظرمون باشید.